شنوندگان عزیز رادیو کشتی نجات سلام. خوش آمدید به برنامه خلوتگاه. از شما دعوت می‌کنیم که روز خود را با برنامه ما یک جا آغاز نمایید. باشد که برکات خداوند شامل حال شما عزیزان شود. شما می توانید رادیوی ما را از طریق وبسایت kishtinejat.com بشنوید. و در فردای آن روز خود یعنی موسی را به 2 نفر از ایشان که منازعه می نمودند ظاهر کرد و خواست ما بین ایشان مصالحه دهد. پس گفت ای مردان، شما برادر می باشید، به یکدیگر چرا ظلم می کنید؟ آنگاه آنکه بر همسایه خود تعدی می نمود او را رد کرده گفت کی تو را بر ما حاکم و داور ساخت؟ آیا می خواهی مرا بکشی چنان که آن مصری را دیروز کشتی؟ پس موسی از این سخن فرار کرده در زمین مدیان غربت اختیار کرد و در آنجا 2 پسر آورد. در کتاب اعمال رسولان باب 7 آیه 26 الی 29. آموزه های کتاب اعمال رسولان 57. کاهنان اعظم و مشایخ اورشلیم مدام به موسی به عنوان آورنده شریعت اشاره کرده و در انکار عیسی مسیح و متهم کردن استفان از آن استفاده می کردند. به همین دلیل زندگی موسی نقش بسیار مهمی در دفاعیه استفان داشت. او به 3 شرایط مشابه: 1. مابین موسی و مسیح و درباره کار و زندگیشان. 2. مابین مخالفان موسی و مسیح و نیز. 3. پیشگویی موسی درباره ظهور نخستین مسیح اشاره می کند. وقتی موسی شروع به حمایت از برادران اسرائیلی خود کرد، با برخورد سخت کارگرانی که برده بودند و مشاجراتی که بین خود داشتند روبرو شد. تلاش موسی برای آرام کردن ایشان با مخالفت‌های بیشتر امر بود. سالها بعد عیسی آمد تا پاهای قوم خیش را به طریق سلامتی هدایت نماید. در کتاب لوقا باب 1 آیه 79. اما عکس العمل ایشان باز هم مثل قبل بود. نمی‌خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. در کتاب لوقا باب 19 آیه 14. وقتی موسی دریافت که همه از کشته شدن مرد مصری به وسیله او آگاه شدند، همچون یک تبعیدی به مدیان فرار کرد. در کتاب خروج باب 2 آیه 13 الی 22.